استاد خود نگاه کنید چی وجود نمشت خوابیده بود و متاسفانه اینجوری ای دادی هموری مثل زندانی پستگاه شهرمون نمیو. ما نداریم در هیچ نقطه ای از جهان فردی دور از منطقه شهری زندگی کنه. همه این تصاویری که خواهید دید بدون هیچ هماهنگی انجام شده. سلام به همه شما، علی مرادیان هستم و تا آخر این ویدیو همراه باش تا بریم به دیدن یک انسان فوق العاده شگفت انگیز. پشت سر من روستای خنجری رو میبینید که در مسیر ما هست و برای رسیدن به عمو قربان علی باید از داخل این روستای دور افتاده عبور کنیم. در این ویدیو قراره با فرد نابینایی آشنا بشی که دور از شهر در یک منطقه دور افتاده داخل کوهستان به تنهایی زندگی میکنه. بله رسیدیم به روستای مد نظر خودمون. این یکی از عجیب ترین روستاهای ایران خواهد. خانه عمو قربان علی، پیرمرد نابینای تنها در این روستا اینجاست. همه این تصاویری که خواهید دید بدون هیچ هماهنگی انجام شده و ما چون عمو قربان علی این فرد و هیچ راه ارتباطی باش نداریم و پس از اینکه اینجا رسیدیم بدون وقفه اومدیم در به خانه عمو قربان علی و بریم داخل. بیاین تا بریم ببینیم که اینجا چطور زندگی میکنه. اصلا اطلاعی از حضور ما نداره و اینجا خانه عمو هست و کلبه عمو قربان علی. به نظر شما داره چیکار میکنه؟ واقعا من هنوز نرفتم ملاقات کنم. بریم تصویری ببینیم از داخل کلبه عمو. سلام عمو جان. خوبی؟ سرزده آمدم پیشتان. این هم عمو قربان علی که آمدیم سرزده پیشش. واقعا میگم بدون هماهنگی بود و این مرد عزیز دیدید که در کلبه خودش در این خانه بسیار قشنگ داشت استراحت میکرد و ما امروز بعد از ظهر پیش عمو آمدیم. فداتم عزیزم. عمو واقعا مرد مهربان، یک پیرمرد نابینا، تنها ترین فرد، یک تنها در یک منطقه متروکه و دور از شهر. شما فرزند چندم؟ ما فرزند سوم. فرزند سوم. عمو برای ما بگو که روستا از چند ساله که دیگه هیچ کسی داخل روستا نیست؟ دیگه روستا الان 30 ساله که دیگه کسی دیگه. در چی رفتن؟ علاوه بر اختلاف خوشسالی اونا بود؟ خوشسالی بود چیزی نداشتن که بخورن. کم لیگه خوشسالی محمد مسبندم که گذشت نیست واقعا نداشته. این که این گذشت دیگه تیتمون کردن کندن رو به شهر گفتن خود نون دیگه بخورن. حرفای عمو واقعا شنیدنی هست و دعوتتون میکنم برای دیدن ادامه صحبت ها، چون که حرفهای عمو واقعا از گذشته و حال برای همه ما درس زندگی هست. ما مطمئنم پشیمون نمیشید از دیدن و شنیدن این صحبت ها. اما الان یک سوالی ازت دارم. بله. چرا نمیای به شهر؟ شهر اولا که شهر ما خودم که مثل که اینجا تبالام برم ده شهر که نمیتونم تبالا رو ما پستگاه شهرمون نمیو. خب الان اینجا که تو سختی هستید اینا هیچ مشکلی برای ایجاد نمیکنه؟ مشکل که نه دیگه زندگی خود که خودم مچرخانم. یعنی تمام کارات خودت انجام میدی؟ بله. الان شما یه کوچه بودین الان کوکو کردم خودم خوردم دیگه. نهار کوکو خوردی؟ بله. اما بخوام برای ما یک چای درست کنی تا با هم یک چای بخوریم. دعوت مامونی به چایی؟ بله نوکر تو باشم. فدا تمامون. مزنیم که تو مهربونی. چش فدا عمو برای ما یک چایی بسازه و دعوت میکنه به این چای و خوردن داره. چایی که از دست عمو هست. ببینیم میتونه انجام بده کارا خودش.
حالا ببین چایی شما چایی دست شما رو بخورید افتخار تمام شما عمو قربان علی اینه که تمام کارهاش رو خودش انجام میده. نابینا و روشندل میتونه از پس تمام کاراش بر بیاد. برای همین میگم که عمو قربان علی یک پدیده جهانی است. ما نداریم در هیچ نقطه‌ای از جهان فردی دور از منطقه شهری زندگی کنه، تنها باشه، تمام کاراش خودش انجام بده و ویژگیش این باشه که نابینا باشه. یعنی این یکی از میشه گفت عمو قربان علی واقعا این پدیده جهانی باید باشه که بتونه تنهایی در یک منطقه دور کارهای خودشون انجام بده. من علی مرادیان و قراره با هم به دیدن ناشناخته ها و کمتر دیده شده های ایران بریم. اگر علاقمند هستی با من همراه باش، این کانال رو سابسکرایب کن. عمو چای آماده کرد و الان دیگه موقع خوردن چای، به قول عمو چای چوپانی. پس از صرف چایی با عمو قربان علی به داخل روستا رفتیم. عمو همه جا رو بلده ها. احسن. تمام این روستا رو عمو خودش بلده و مسیرهاشو میدونه و حتی از افرادی که میبینن هم بهتر میدونه. من از کنار عمو میام کنار تا خودش بره و شما ببینید که چطور میتونه مسیر رو عبور کنه. مسیرهای این روستا رو عمو قربان علی به خوبی میدونه و هر روز کنار این برکه زیبا قرار میگیره و آوازی برای عشق نداشته خودش سر میده. اینجا میدان روستاست و این فضای بسیار زیبا رو که میبینید عمو قربان علی هر روز بعد از ظهر میاد اینجا. عمو قربان علی میدونید که ازدواج نکرده و برای عشق نداشتهش آواز سر میده از سوز دل و از عمو قربان علی میخوام که یک آواز خیلی جذاب انتخاب کنه برای ما، مثل هر روز بعد از ظهرش برای ما بخونه. عمو شروع کن برای ما یک آواز بخوندن، یک آواز برای ما بخون که لذت ببریم. مجازا گشت یام دور کلادم بمیدم بابا مخور غصه هنوزم در حیاتم ای بی بفا. داستان زندگی عمو قربان علی ادامه داره. خداحافظ. من علی مرادیان و قراره با هم به دیدن ناشناخته ها و کمتر دیده شده های ایران بریم. اگر علاقمند هستی با من همراه باش، این کانال رو سابسکرایب کن و در قسمت های بعد همراه ما